مو باغ لکمتی میریم یوردمش میکنیم همون چی که خیلی فرمامون هم خیلی میکنیم که دیگه چیکاری که میکنیم در خونه قید میکنه نه کور میویم کور میویم با همون جا که کنسرت بگذارم اونجا با تماشا میریم اینم خیلی کارا چی تمنیات داره با مردم خیلی مردم تن صحت عمری دراز بهبودی و همه طرفه تنج باشن پروردگار بله ما فقط برای نوروز آمدیم که ببینیم مراسم نوروز تو تاجیکستان چجوری برگزار میشه. دوشنبه گذشته آمدیم، یه هفته اینجا هستیم، بعد نوروز انشالله برمیگردیم ایران. در ایران چی گونه می‌گذره؟ مثلا اینجا بیشتر مراسم ملی و نوروزی گسترده تره، بیشتره. اونجا هم هست، اونجا هم همه برای خودشون تو خونه مراسم نوروزی میگیرن، هفسین میذارن، دید و بازدید میرن، مردم هم اونجا هم هست. تقریبا مثل همه. آره مثل همه. و نقشه من همین است که همراه اهل اویلم، نبیره ها هم ابیره هایم امروز در کوچه ها، در باغ ها، در اون گلگشت هایی که امروز یک زیبایی اون حتی مملکت های پیش قدم ترین و زیباترین را میموند، همراه رفته قید کنیم، بزم بازی کنیم، خرسندی کنیم و این خرسندی یک عمر همچون خرسندی بهار نازنین سال در حیات و در خاطره ما نقش بنده. خیلی اویلام کردی، فرزانان کردی، مادر و پدر کردی، خانواده قید میکنیم. آره همه جا خیلی دولت تاجیکستان تزیینات زیبایی کرده، جاده ها مثلا مکان های تفریحی خیلی قشنگ شده و همه جا رو زیبا تزیین کردن برای نوروز، از نوروز استقبال کردن. تمنیات شما، آرزوهای شما امیدوار هستم تمام مردم جهان بالخصوص فارسی زبان های ما همیشه همچون جشن هایی را با پر از شور و شوق تجلیل نمایند و تمام فارسی زبان ها همیشه در کنار هم خوشحال و موفق باشند. میخواهم که در تمام جهان صلح پایدار باشد، چون که جنگ و نزاعی که امروز تمام مردم ها و تشویش آورده ایستاده است، اولش که همین جنگ از بین رود، صلح برقرار شود. آرزوی سلامتی، صلح و دوستی دارم برای همه مردم دنیا، علل خصوص برای تاجیکستان، برای ایران، برای همه فارسی زبانان، برای همه مردم دنیا.